این خانم زیبا با کمالات تازه به این مدرسه منتقل شده. همون روز اول کارش که مدیر داشت مدرسه رو نشونش میداد، چشمش به کاپیتان تیم بیسبال افتاد و ماجرا از اینجا شروع شد. بعد از کلاس پسر رو صدا میکنه و بهش میگه میخواد توی درس کمکش کنه تا نتیجه بهتری بگیره و به این بهونه شماره تلفنش رو میگیره. خانم معلم از اون روز به بعد نمیتونه به این بچه فکر نکنه. بعد از اینکه همو میبینن کم کم چیزایی که معمولاً با معلم پایان خوشی نداره اتفاق میفته. سلام دوستان. امروز میخوام داستان فیلم درتی تیچر رو براتون تعریف کنم. فیلم با دختری به نام جیمی شروع میشه که به معلمش کوئن هدیه میده چون خانم حامله است و داره از مدرسه میره. کوئن به جیمی میگه قطعاً با این نمرات خوب توی کلاسای بعدیش هم موفق میشه و اگه همینجوری سخت تلاش کنه میتونه به هر دانشگاهی که میخواد بره. جیمی از کوئن درباره معلم جدید خانم مالی مدسن میپرسه. کوئن میگه شنیده زن خیلی خوبیه که انصافاً هم خوبه و فکر میکنه جیمی هم ازش خوشش بیاد. روز بعد توی مدرسه معلم جدید کلاسش رو شروع میکنه و اسمش رو به دانش آموزا میگه. یه امتحان از بچه‌ها میگیره و میگه معلم سابقشون قبل از رفتن این سوالا رو ترک کرده و داره برنامه کوئن رو دنبال میکنه. بعد از کلاس مدسن به دنی میگه بیا کارت دارم و ازش میپرسه اوضاع چطور پیش میره. مالی بهش میگه برای اینکه بتونه توی تیم بیسبال بمونه باید نمرهشو بالا نگه داره چون تیم هم به کاپیتانش نیاز داره. زن میپرسه میتونن بعد از مدرسه راجع به درس‌ها صحبت کنن که دنی هم از خودشو قبول میکنه. بعد از مدرسه وقتی با هم حرف میزنن معلم ازش میپرسه دوست دختر داره یا نه. دنی هم سری میگه با جیمی دوستم و ازش تعریف میکنه. مدسن که تو کف دنیه و دور زمانم عوض شده با اینکه اون دوست دختر داره بازم بهش نظر داره و کمکش میکنه تا مقالش رو بنویسه. قبل از اینکه پسر بره معلم بهش میگه پنجشنبه بعد از مدرسه وقت داره و چون میان ترمم نزدیکه میتونه کمکش کنه. اما دنی میگه چون آخر هفته سالگرد اولین رابطه‌شون با جیمیه میخواد با دوست دخترش باشه. مدسن هم که میبینه همه ی در و بسته است شماره پسر رو میگیره تا مثلا توی درسو کمکش کنه و بعد شروع میکنن به SMS دادن به هم. روز بعد جیمی نمره 30 رو میگیره و از معلم میپرسه چرا نمرش پایینه و توضیح میده برای رفتن به یه دانشگاه خوب به نمره بالایی نیاز داره و یه فرصت دیگه میخواد. مدسن یه روز دیگه بهش زمان میده که تا فردا مقاله جدیدش رو بنویسه و نمرش رو جایگزین کنه. جیمی نگران به نظر میرسه و مدسن ازش میپرسه چی باعث ناراحتی شده. دختر که فردا باید برای سالگرد رابطش با دنی آماده میشد مجبور بود روی مقالش کار کنه. به معلم گفت گرفتارم و مدسن پرسید یعنی از دانشگاه مهمتره که در نهایت جیمی قبول میکنه روی مقالش کار کنه و خانم معلمم به هدف شومش میرسه. کمی بعد جیمی به دنی میگه نمیتونه فردا بیرون بره چون باید مقالش رو تموم کنه. پسر ناراحت میشه و بهش میگه نمره ها اونقدر مهم نیستن. جیمی از مشکلات مالی خانواده‌اش حرف میزنه و میگه مثل دنی نیست که هزینه تحصیلشو بدن و این حرفا. پسر که ناراحت شده بود هدیه‌ای که برای سالگرد گرفته بود و به دختر میده و تنهاش میذاره. روز بعد تیم بیسبال دنی بازی رو میبازه و اون از این موضوع ناراحته. معلم بهش میگه بیخیال بره پیش دوست دخترش و سالگرد و جشن بگیره که پسر میگه جیمی ولش کرده و داره مقاله‌شو مینویسه. خلاصه مدسن میگه اگه پسر برنامه‌ای نداره سوار ماشینش شه و یه دوری بزنن. اونا به یه بار میرن و چند تا آبجو میخورن. دنی اولش مطمئن نیست که آیا درسته با معلمش آبجو بخوره یا نه، ولی مالی قول میده به کسی نمیگه و یکی دو تا پیک هم عیبی نداره. وسط حرفاشون جیمی به دنی زنگ میزنه ولی پسر که دنبال بهونه بود رد میکنه و از معلمش لذت میبره. شب مالی بعد از یکم کرم ریختن و اذیت کردن دنی آدرس خونه‌شو بهش میده و میگه در من همیشه به روی تو بازه. روز بعد جیمی از دنی میپرسه دیشب کجا بوده که گوشیش هم جواب نمیداده و پسرم دروغ میگه که پیش رفیقش بوده. کمی بعد یکی از دوستاشون میاد و شب به پارتی دعوتشون میکنه. جیمی به دنی نزدیک میشه و میگه امشب میخوام جبران کنم. میرن توی یه اتاق و مشغول میشن ولی به محض اینکه دنی میره اون پایین ماینا جیمی عصبانی میشه و میگه فقط بالا باش. پسرم تو ذوقش میخوره و میگه نخواستیم. یکم بعد خانم معلم الکی میگه ماشینش خراب شده و از دنی کمک میخواد. پسرم میره درستش میکنه و مالی به بهونه پاک کردن دستاش دنیو میبره خونه و بالاخره به مراد دلش میرسه. پسر بعد از کارش با معلم برمیگرده خونه و میبینه جیمی اونجاست. دختر میپرسه کجا بوده و میگه خبر داره دنی با یکی دیگه ریخته رو هم که پسر انکار میکنه و خلاصه دعواشون میشه. روز بعد توی کلاس جیمی برای مقاله دومش هم نمره 30 رو میگیره و باورش نمیشه. فکر میکنه مدسن ازش خوشش نمیاد که درستم فکر میکنه چون کارهایی که ازش خواسته بود رو انجام داد ولی بازم نمره تغییری نداشت. دوستش بهش پیشنهاد میده دوباره با معلم درباره نمرش صحبت کنه. اون طرف دنی به مدسن میگه ممکنه مربی بیسبال اخراجش کنه و از تیم خطش بزنه. خانم معلم هم به پسر قول میده تا اونو داره نگران چیزی نباشه و با نمره‌های بالایی که بهش میده اون قطعاً توی ترکیب اصلی میمونه.
جیمی که اومده بود در مورد نمراتش با مدسن حرف بزنه، میبینه اونا مشغول لاس زدنن. دختر وقتی رانندگی میکرد، برخوردایی که دنی با معلمش داشت و به خاطر آورد و به رابطه‌ای که با هم دارن شک کرد. دنی با مدسن درباره خانواده‌اش صحبت میکرد که چقدر میخوان اون به یه دانشگاه خوب بره. پسر ازش درباره خانواده خودش پرسید و مدسن گفت هیچ وقت اونا رو ندیده و نامادریش هم به خاطر مصرف بیش از حد انسولین مرده. که میبینیم خانم معلم از بچگی جنایتکار بود و به خاطر اینکه از نظر نامادریش زشت بوده اونو کشته. روز بعد جیمی به دنی شکایت میکنه که مدسن داره بهش سخت میگیره و الکی نمره‌های بدی بهش میده. از دنی میپرسه چرا مالی باید همچین کاری بکنه که پسر میگه نمیدونه و اونجا رو به بهونه خرید برای مامانش ترک میکنه. دنی رفت خونه معلم و وسط بوسبازی ازش پرسید عمدن داره به جیمی نمره بد میده یا چی. زنم ازش پرسید جیمی پشت سرش چیا گفته و بهش اطمینان داد نگران نباشه و دوباره به کارشون ادامه دادن. جیمی داشت از بیرون همه چیزو میدید که یهو دنی هم برگشت و چش تو چش شدن. دختر با قلب شکسته پا به فرار گذاشت. همون موقع مدسن تلاش میکرد دنی رو مجبور کنه که به کارشون برسن، ولی پسر ولی کرد و رفت. بعدش دنی رفت پیش جیمی و گفت اونجوری که فکر میکنه نیست، اما دختر نمیتونست باور کنه که دوست پسرش با معلم مدرسه بهش خیانت کرده. دنی سعی کرد بهونه بیاره که آره زندگیش خوب نیست، ولی قول داد همه چیزو درست میکنه. اما جیمی دیگه باورش نداشت و رفت. شب دنی جواب تکستای معلمو نداد و اونم حسابی فشاری شد. صبح روز بعد مدسن تصمیم گرفت با جیمی صحبت کنه و بهش گفت اشتباه کرده نمره C رو به مقالش داده و به A تغییرش میده، ولی جیمی بهش توجهی نکرد و رفت. مدسن که دختر رو یه تهدید میدید به مدیر مدرسه گفت رفتار جیمی جدیداً تهاجمی شده. مدیر پیشنهاد داد که باهاش صحبت میکنه، ولی مدسن گفت خودش میتونه مسئله رو حل کنه و فقط میخواسته که اون در جریان باشه. توی پارکینگ دنی رفت سراغ جیمی که حالشو بپرسه. دختر گفت مالی عمدن باهاش لج می‌کرده و حالا بهش نمره A رو داده. دنی هم گفت متاسفم و ممنونم که به کسی چیزی نگفتی و امشب رابطه‌ام رو باهاش تموم می‌کنم. جیمی هم در جواب گفت بعدش میتونی بیای خونمون و در مورد رابطه خودمون حرف بزنیم. شب دنی به معلم پیام داد که میخواد ببینتش و مالی هم اینطور بود که میدونستم نمیتونی ازم دل بکنی. توی پارک معلم شروع کرد به ابراز علاقه به دنی، ولی پسر جدی بود و گفت از رفتاری که اون با جیمی داره خوشش نمیاد. مدسن سعی کرد پسر رو تحریک کنه، ولی دنی عصبانی شد و گفت گم شو بابا چقدر حقیری تو. پسر گذاشت رفت و مدسن که آتیش گرفته بود با گریه سوار ماشین شد و با سرعت دنی بیچاره رو زیر گرفت. سری پیاده شد و بعد از مخفی کردن جسد گوشیشو برداشت و خونشو از روی ماشینش پاک کرد. بلافاصله به خونه جیمی رفت و مخفیانه گوشی خودشو توی داشبورد ماشین اون گذاشت. حتی برای صحنه سازی تصادف خون دنی رو روی ماشین جیمی مالید. گوشی پسرم توی سطل زباله انداخت و برای محکم کاری به سینما رفت و یه بلیت باطل شده برای ساعت 8 خرید. روز بعد مامان دنی متوجه شد که پسرش خونه نیست و به پلیس گزارش داد. معلمم ماشینشو که به خاطر تصادف داغون شده بود به تعمیرگاه و کارواش برد تا ردی از اتفاق دیشب باقی نمونه. جیمی چند بار تلاش کرد با دنی تماس بگیره، ولی گوشیش در دسترس نبود. کمی بعد مادرش بهش گفت که کاراگاه آلن تماس گرفته و خبر داده که دنی مرده و ازشون خواسته به اداره پلیس برن. والدین دنی جیمی رو مقصر میدونستن و نزدیک بود دعواشون بشه، ولی آلن رسید و همه رو آروم کرد. کاراگاه از دختر پرسید آیا قبل از مرگ دنی باهاش صحبت کرده یا نه. جیمی گفت قرار بوده دنی بعد از کات کردن با مدسن به خونه‌شون بره. پلیس ازش مدرک خواست و جیمی اعتراف کرد که خودش وسط شیطونی مچشون رو گرفته. خلاصه پلیس به خونه معلم رفت. زن ادعا کرد هیچ رابطه خاصی با دنی نداشته و جیمی داره بهش تهمت میزنه. وقتی پلیس ازش پرسید موقع حادثه کجا بوده، بلیت سینما شروع کرد. روز بعد پلیسا با حکم تفتیش برای پیدا کردن سرنخ به خونه جیمی رفتن. خونه روی ماشین جیمی رو دیدن و گوشی معلمم توی داشبورد پیدا کردن که فکر می‌کردن مال دختره. جیمی شوکه شده بود و نمیدونست باید چطور از خودش دفاع کنه و به اتهام قتل دنی دستگیر شد. والدین جیمی سعی می‌کردن آرومش کنن و گفتن خیلی زود آزاد میشه. وقتی دختر توی زندان بود، مادرش به مدسن شک کرده بود چون رفتاری عجیبی داشت. چند روز بعد دختر آزاد میشه. جیمی میدونست معلم قاتل دنیه، پس یه نقشه کشید تا اونو گیر بندازه و وادارش کنه به حقیقت ماجرا اعتراف کنه. شب بعد یواشکی به خونه مدسن رفت. وقتی داشت موفق میشد اونو وادار به اعتراف کنه، مدسن فهمید و سعی کرد به جیمی آسیب بزنه، ولی خوشبختانه پلیس به موقع رسید و معلمو دستگیر کرد. توی سکانس آخر جیمی نامه قبولی از یه دانشگاه معروف رو دریافت میکنه که باعث خوشحالیشون میشه. این دوتا ویدیو هم در مورد رابطه شاگرد و معلمه. از دستش ندید. بدرود.